بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در سوره انعام در آیت 144 رسیده بودیم که احکام تشریعی که در این راستا بیان شد و برای مشرکین و یا کسانی که قوانین جدید ضد شریعت الله ساخته بودند به امرای زنا بحث جریان داشت و در آیت 144 الله متعال بر زنا گفت که و من الابل اثنین، همین قسم از شتر یک جفت است که دو حیوان هستند مذکر و مؤنث، و من البقری و از گاو هم اثنین یک جفت هستند که او مذکر و مؤنث هستند. قل بگو بر از اینا که الذکرین حرم، آیا الله متعال حیوانات مذکر حرام کردن ام الانثیین یا حیوانات مؤنثه؟ ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا ای که چیز را حرام کرده که در رحمها یا در بطن امو حیوانات ماده هستند. ام کنتم شهدا، یا ای که شما حاضر بودین اذ وصاکم الله بهذا، وقتی که الله متعال به این احکام توصیه میکرد، یعنی وقتی احکامش الله سبحانه و تعالی بیان میکرد، آیا شما در اینجا موجود بدین؟ فمن اظلمو، پس کیست ظالمتر ممن افترا، نسبت به کسی که افترا میکنه و تهمت میکنه علی الله، بر الله، کذبا، به دروغ. لیضل الناس بغیر علم، به خاطر که مردم گمراه بکنه بدون علم. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یقینا که الله سبحانه و تعالی مردمان ظالمه هدایت نمیکنه. پس اینجا الله متعال بر از اونا فهماند که صلاحیت تشریع مربوط الله هست و الله متعال حلال و حرام تعیین میکنه، جایز و ناجایز، و دیگه ارزش ها را الله تعیین میکنه. و مشرکین عادت دارن که با بدعت هایی که ایجاد میکنن، بعضی اوقات بدعت اعتقادی می باشه و این بدعت کفری هست. بعضی اوقات بدعتی که مثلا شریعت الله را تغییر میتن، به ضد از او قانون دیگه جاگزین میسازن، این هم کفر است. اینال الله متعال به امرای زنا به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که شما امرایشان استدلال بکنین که چی دلیل شما دارین که مثلا از دلتان حلال و حرام میکنید. دهمین نقطه، احکام تشریعی در مورد خوردنی ها. الله متعال گفت که قل لا، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از مردم که لا اجد فیما اوحی الی، من نمیفهم در آنچه که بر من وحی شده محرما که حرام باشه، علی طاعم یطعمه، بر یک خورنده که را میخوره، الا ان یکون میتتا، مگر اینکه حیوان خود مرده باشه، او دما مسفوحا، یا خون جاری باشه در وقت ذبح جریان پیدا میکنه، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر، فانه رجس، ای پلیت است، او فسقا اهل لغیر الله به، یا مثلا حیوانی که به خاطر بی اطاعتی از الله، به خاطر فسق، نام غیر الله ولا گرفته شده هست، مثلا به نام یک شخص، به نام یک قبر، به نام یک مرده، به نام یک بت، نام از این گرفته شده باشه و ای ذبح شده باشه. فمن اضطر غیر باغ، پس اگر در حالت اضطراری قرار میگیره، شخصی که مجبور میشه دیگه نزدیک مرگ است، را حالت مخمسه میگن. حالت مخمسه علما و فقهای اسلام میگن که امو حالتی هست که انسان میترسه که اگر از این گوشت حرام من نخورم از گشنگی میمرم. بنابراین الله متعال میگه که فمن اضطر، کسی که در این حالت اضطراری و این حالت مخمسه قرار میگیره، با وجود از که این غیر باغ ولا عاد، که هدف بغاوت و سرکشی و تجاوز نداره، یعنی نمیخواد که نافرمانی الله را بکنه و نمیخواد که زیاده روی هم بکنه، از ضرورت بیشتر بخوره دیگه. فإن ربک غفور رحیم، الله مغفرت کننده و مهربان است. 11 علت تحریم بعضی از حیوانات بالای یهود. الله متعال میگه و علی الذین هادوا، و به کسانی که
اینا یهود شدن. اصلا هادو یعنی به حق برگشتن. این اصلا از این میگه گرفته شده کلمه هادا یهودو. دیگه الله متعال میگه که بالای اینایی که گفتن که ادعا کردن که ما به حق برمیگردیم، حرمنا کل ذی ظفر، هر حیوان پنجال داره، چی از حیوانات باشه چی از پرنده ها، کل ذی ظفر، پنجال دار و حیوانات نمیگن که با پنجال خود امو شکار میکنن و شکار خود پاره میکنن، درنده هستن. پس اینی حیوانای پنجال دار که شما دیده باشین، اینا شکار میکنن حیوانات دیگر و با پنجال خود پاریش میکنن. اینی حیوانات چی از پرنده ها باشن مثل باشه و اینا و بوم و باشه اینا، و بعض حیوانات دیگه که مثلا از حیوانات مثل پلنگ و شیر و اینا که هستن، اینا حرام شد بالای از اینا. کل ذی ظفر و من البقر، و همچنان از گاو و الغنم و از گوسفند، حرمنا علیهم شحومهما، باز از اینا بالایشان حرام شد چربی های از، یعنی دنبه میگیم یا چربو میگیم از حیوانات، الا ما حملت ظهورهما، یا بغیر از او چیزهایی که مثلا در پشت از اونا می باشه یا در اطراف اول هوای یا در اطراف جگر و روده مثلا بعض چربی ها می باشه، اینا حرام نبود. لیکن همون چربوی کلانه که مثلا دنبه گوسفند است یا چربوهای دیگی از حیوانات است، او مختلط بعظم، یا مثلا چیز هم حرام نبود، یعنی چربوهایی که در پشتشان هست یا مثلا در اطراف روده و جگر اینا هستی چربوها، و مختلط بعظم، یا چربیهایی که در گوشت چسبیده، یا حرام نبود. لکن مو اصل چربو و دنبه های کلان، ذالک جزایناهم، الله متعال میگه ای را برشان جزا دادیم، این جزایشان بود، این چیزایی که سرشان حرام شد به بغیهم به سبب سرکشیشان، و اینا لصادقون، و الله متعال میگه که ما صادق هستیم و راستگو هستیم. فإن کذبوک، اگر اینا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را تکذیب میکنن، فقل، پس بگو ربکم ذو رحمت واسعه، که رب شما دارای رحمت بسیار وسیع است، ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین، و امی عذاب الله از مجرم ها رد نمیشه. پس وقتی کسایی که جرم میکنن و با اساس جرم جنایت قوانین جدید میسازن و ضد شریعت الله قانون میسازن، الله متعال این جزای خود از مجرمات دور نمیکنه و اینا را حتما به جزای اعمالشان میرسانه. 12 نقطه، ادعای دروغین مشرکین در کفر عام و کفر تشریعی. اینا وقتی که اینا کافر می شدن و یا مثلا در شریعت کفر می کردن، ما انزل الله را تغییر می دادن و به ضد از قوانین دیگه می ساختن، باز اینا چی می گفتن؟ باز اینا ادعای بسیار خطرناک می کردن. سیقول الذین اشرکوا، زود است که کسایی که مشرک شده بگویند لو شاء الله ما اشرکنا، اگر الله نمی خواست ما مشرک نمی شدیم. بعض کسایی که مثلا جاهل هستن و بیخبر هستن و دین در بدعت ها مبتلا هستن، دین به اساس همون چیزهای عقلی خود میگیرن، بازی ها میخواین که همون جرم خود بر الله سبحانه و تعالی نسبت بدن، دیگه الله نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. خب الله متعال شما را اجباری مشرک ساخته، هیچ اختیار ندارین. اگر هیچ اختیار ندارین و دیوانه هستین و یا طفل هستین و یا در خواب هست، خب این خب به اساس رحمت الله طفل عذاب نمیشه. مثلا کسی در حالت خواب است، اگر یک خطایی میکنه در خواب کفر میگه، مؤاخذه نمیشه. یا دیوانه هست کفر میگه. اما آیا شما اختیار ندارین، دیوانه هستین یا بیعقل هستین یا هیچ اختیار ندارین که شما یک گپ میزنین؟ یا تومت میکنن. چون انسان اگر الله متعال میخواست که مردم مشرک باشه، کتاب روان نمیکرد، پیغمبر روان نمیکرد. الله متعال اراده خیر کرده برای بنده های خود، منتظر ما اختیار داده، به اساس اختیار گفته که اینا من شما را بالایتان اجباری قانون تطبیق نمیکنم.
به خاطر از که شما انسان ها برتان امانت داده شد، عقل داده شد، اختیار داده شد، پس خودتان کوشش بکنین به اختیار خود پیرو حق باشید. اما مشرکان وقتی که با اختیار خود جنایت میکنن، با اختیار خود در شرک مبتلا میشن، باز میخوان که بار همی ملامتی خود هم بالای الله یعوذ بالله، بالای خالق متعال پرتن و باز میگن الله متعال میگه که زود است که مشرکا بگوید که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر الله میخواست ما و پدرای ما مشرک نمیشدیم، ولا حرمنا من شیء، و چیز را هم ما حرام نمیکردیم. كذلك كذب الذين من قبلهم، اینمی قسم الله متعال میگه که قبل از اینا کافرها و مشرکین دیگه که بودن، اونا هم همین قسم دروغ ها را میگفتن. حتی ذاقوا بأسنا، تا ای که عذاب ما را چشیدن. قل هل عندكم من علم، برشان بگو که آیا شما در این راستا علم دارین؟ فتخرجوه، بیرون کنین. چی سندی دارین که شما مجبور شدین که مشرک و کافر و بیدین شوین و یا حلال حرام بسازین؟ چی سندی دارین که شما این کارها برتان اجازه داده شده باشه؟ این تتبعون الا الظن، شما پیروی نمیکنین مگر از گمانهای باطل. و این انتم لا تخرصون، و شما نیستین مگر تخمین کنندگان. 13 نقطه دلیل حجت تشریعی نزد الله سبحانه و تعالی. الله متعال قل، برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فلله الحجة البالغه، در نزد الله دلیل بسیار قوی، روشن و قاطع است. فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر الله میخواست شما را هدایت میکرد. پیش الله دلیل است، الله بر کتاب فرستاده، پیغمبر فرستاده، حق بیان کرده، شریعت، احکام، قوانین، کل چیز بیان شدگی هست. الله متعال حجت و دلیل داره که چقدر پیغمبر آمده و در کدام جای آمده، و این دلیل هم پیش الله هست که شما چه قسم به شرک و به کفر و بیگفا خودتان با اختیار خود مبتلا ساختید. و اگر الله میخواست شما همه را هدایت میکرد، هدایت اجباری، لکن الله اجباری کسی را هدایت نمیکنه. مسئله هدایت، ایمان، اعتقاد کسی اختیاری هست. برای انسان ها این صلاحیت داده شده، برای جن ها هم این صلاحیت داده شده است که در احکام تشریعی به اینا خودشان با اختیار خود حق قبول میکنن. 14 شهادت بر تشریع دروغین. قل هلم شهداءکم، باز به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و امرای اینا بحث بگو برشان، هلم شهداءکم، بیارین همون شاهدایتان ده، الذین یشهدون، کسایی که شهادت میده که ان الله حرم هذا، که الله این چیزا را حرام کرده. بیار شاهدایتان کی هستن؟ این شهیدو، اگر باز اینا شهادت دروغین میدادن، فلا تشهد معهم، و امرای از اینا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو شهادت نده و حاضر نشو امرایشون. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا، و متابعت از خواهشات کسانی که کذبوا بی آیاتنا، با آیات ما تکذیب میکنن، از این متابعت نکو. پس پیغمبر مکلفیت شمی است که حق نداره که متابعت از خواسته های از اونا بکنه. پیغمبر مکلف است، بنده مأمور هست، چیزی که حکم الله سرش میشه به همون باید حرکت بکنه. والذین لا یؤمنون بالآخرة، و کسانی که به آخرت ایمان ندارن، و هم به ربهم یعدلون، به الله مخلوقات چی میکنن؟ شریک و همتا میسازن. 15 نقطه احکام تشریعی دگانه. این احکام تشریعی دگانه که وصایای 10 وصیت های دگانه میگن که این بر مسلمان ها هم هست و قبلا در تورات برای پیروای موسی علیه السلام هم گفته شده بود و برای پیروای ابراهیم علیه السلام هم این وصیت ها گفته شده هست. قل تعالوا، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله میگه که بر از اینا بگو که بیاین اتلو ما حرم ربکم علیکم، که ما تلاوت بکنم بر شما چیزی که رب شما حرام کرده است. چی چیزا را الله حرام کرده؟ او را ما براتون بیان میکنم. اول، الله تشرکو به شیئا، اول چیزی که سر شما حرام است که به الله چیز را شریک نسازید. شرک حرام است و شما مرتکب حرام میشید. و بالوالدین احسانا، دوم حکم ای بود که شما باید به مادر پدرتان احسان بکنید و نافرمانی از این نکنید. این دوم حکم الله.
شما این اطاعت میکنین. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. دیگه حکم اللهی بود که شما اولادهایتان را از گرسنگی به خاطر گرسنگی نکشین. نحن نرزقکم و ایاهم. ما هم شما را و هم اونا را رزق میدیم. چهارمی حکم الله چی بود که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. به اعمال فحشا به این نزدیک نشین. این اعمال فحشا شما نه به فحشای ظاهری، یعنی گناه هایی که آشکار میکنین، نه به اون مرتکب فحشا شوین در آشکار، اما باطن و نه هم در پنهان. ایچار ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق. و این دیگه چی بود که قتل نکنین یک انسان را، یک مخلوق را که او را خورش حرام است بالای شما، قتل نکنین الا بالحق، مگر در صورتی که قصاص باشه یا حدود باشه. اما بدون از این شما حق ندارین که اینا را بدون حق کسی را بکشین. اگر حکم الله بود در اون صورت باز مطابق حق قصاص میشه، حدود میشه، جهاد میشه در مقابل کافرها و غیره. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. اینها بر شما توصیه شدن شاید که شما از عقلتان کار بگیرین. دیگه ششمی چی بود؟ 5 تا شد. ششمی چی بود؟ ولا تقربوا مال الیتیم. این ششمی حرام سر شما چی بود؟ به مال یتیم نزدیک نشین. الا بالتی هی احسن، مگر به شکل نیکش که مطابق احکام الهی باشه. حتی یبلغ اشده، تا زمانی که طفل یتیم به امو مرحله بلوغ و به مرحله فهم میرسه. هفتمی چی بود؟ و اوفوا الکیل و المیزان. یه هم حکم الله بود که شما در ترازوهایتان و کیل پیمانه را میگه، اگر به شکل پیمانه میفروشین، سابقت ظرفا بود، مثلا 10 ظرف، یک ظرف کلامی رو پیمانه میفتن 10 ظرف ازی گندم چقدر میخواد هر پیمانه. و هم میزان ترازو رو میگن. شما در پیمانه و در ترازو بالقسط با عدالت چی کنین؟ امو به شکل کامل حق جار مقابله بپردازین. لا تکلف نفسا الا وسعها. الله متعال مکلف نمیگردانه یک نفسی را مگر با آن چیزی که مکلفیت برای یک نفس داده نمیشه مگر به اندازه تواناییش. و اذ قلتم فعدلوا. دلگه حکم الله چی بود؟ که وقتی که شما سخن میگین عادلانه سخن بگوین، شهادت میتین، شهادت راستی بدین. ولو کان ذا قربى، ولو که از اقارب شما باشه. و دیگه و عهد الله اوفوا. و دهمی چی بود؟ که شما به تعهداتتان با الله وفا بکنین. با الله تعهد کردین وقتی کلمه خواندین که یا الله من تعهد میکنم که به غیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ کسی دیگه نکنم. مخصوصا تعهد اولی است. تعهد دوم در کلمه است که یا الله من به غیر از شریعت تو قوانین دیگر را نمیپذیرم و فقط شریعت تو را در بالای خود، بالای همه و در صورت توارایی در نظام خلافت اسلامی در تمامی زمین الله را تطبیق میکنم. و سوم ای که یا الله من امی عبادت و اطاعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میکنم. شما این سه تعهد در کلمه خواندید و در زمان شما که موسی علیه السلام نگفتید که ما امی اعمال مطابق شریعت موسی علیه السلام میکنیم. و حال مسلمان ها که هستن تعهدشان همی است که مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم که از جانب الله برش تعیین شده و این تبلیغ میکنه و تطبیق میکنه مکلفیت داره. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. این توصیه های الهی هست اگر شما از این پند بگیرین. تذکر چیست؟ تذکر یک عبادت فکری است که انسان درباره احکام الله تفکر میکنه تا ای که بالاخره به نتیجه مثبت میرسه. 16 راه مستقیم در مطابقت است تشریع الهی. و ان هذا صراط مستقیم. الله متعال میگه اینمی راه مستقیم است، فاتبعوه، از این مطابقت بکنید. امی قرآن و سنت و امی دینی که برای شما بیان شده هست اینمی راه مستقیم است. ولا تتبعوا السبل، از راه های دیگه پیروی نکنید. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا آیت وقتی که تشریح میکردن یک خط کشیدن، خط کشیدن گفتن اینی راه مستقیم هست، راه قرآن و سنت.
و در پالوی از این خطکای خرد دیگه کشیدن این طرف و گفتن که سبل است، این راه ها هست، سر هر راه یک شیطان شیشتن. پس این حال ما و شما وقت تفسیر فکری اعتقادی میخوانیم، اینجا یک راه مستقیم است، اندیشه و فکر مستقیم، اعتقاد راست و راسخ که مطابق قرآن و سنت است. قرآن میخوانیم، سنت میخوانیم، مطابق از این فکر و اندیشه خود جور میکنیم، این راه مستقیم است. این حال یک انسان وقتی که یک مسلمان حرکت میکنه، این طرف راه های دیگه هست، سکولاریزم است و شیطان پرستی هست و در سر هر راه یک شیطان شیشتم. یک شیطان لینن است، یک شیطان مارکس است، یک شیطان ارسطو هست، یک شیطان داروین است، یک شیطان مثلا چی است، ژان ژاک روسو هست، یک شیطان سارتر است، یک شیطان منافق هست، یک شیطان قوم پرست است. این حال اینجا الله متعال میگه که این راه مستقیم است و دو طرف راه های دیگه برآمده هست که در سر هر راه یک شیطان شیشته هست. شما کوشش کنید که با راه مستقیم حرکت بکنین. در راه هایی که قوم پرستی از او بوی قوم پرستی میآید، زبان پرستی میآید، تکبر میآید، غرور میآید، مخالفت با دین و ایمان میآید، مخالفت با پیغمبر میآید. از اینی راه هایی که در اینجا هست، حزبگرایی، حزب پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی، منطقه پرستی، از اینا کل شما دوری بکنین. چرا هر کسی که در این راه ها داخل شد، در سر هر راه شیطان شیشته و این تحت قبضه خود میگیره و این بسیار خطرناک است. بسیاری کسایی که مثلا اندیشه فکری قوی ندارن و مثلا بسیار چی هستن، احساساتی برخورد میکنن و حرکات احساساتی میکنن، بعضی اوقات یک مرتبه یک شیطان متزیخرش میگیره، دمی رای غلطی را منحرف میسازه. الله متعال میگه که نه، و ان هذا امی شریعتی که قرآن و سنت هست، این صراطی راه ما هست. الله متعال میگه این راه ما هست که در این طرفش مخلوق قرار داره و در آخرش خالق متعال هست که این راه را کنترل میکنه و این راه را تدبیر میکنه و این راه را پیغمبرها را فرستاده و این راه کتابها را فرستاده. این راه مستقیم است که به طرف الله میری. اینال به خاطر رفتن و رسیدن به طرف الله فقط یک راه مستقیم هست، دیگر راهی وجود نداره. و این راه های دیگه که به طرف شرق و غرب هست، این راه هایی که شرقی ها و غربی ها بر خود جور میکنن و به نام سکولاریسم و دموکراسی و به نام پلورالیسم و به نام ماتریالیسم و به نام ایدئالیسم و به نام عقلگرایی و حزبگرایی، ببینید در رأس هر کدام از اینا در هر سر راه شیطان شیشته و شما را منحرف میسازه. از این خاطر شما کوشش کنید که فکرتان و اندیشیتان و عقیدتان از قرآن عظیم شان بگیرید تا شما در راه مستقیم باشین. و اگر در این راه های دیگه شما رفتین، این راه ها چی میکنه؟ فتفرق بکم عن سبیله، باز شما را متفرق و جدا میسازه از راه درست. ذالکم وصاکم به، الله متعال به اینی چیز شما را توصیه میکنه، حکم میکنه. این حکم الله، لعلکم تتقون، شاید که شما چی هسته، شاید که شما چی کنین، شاید که شما حق چی کنین، شاید که شما حق، شاید لعلکم تتقون، شاید که شما با تقوا شوید. خب 17ام نقطه تشریعی چی است؟ تشریعات برای موسی علیه السلام است. الله متعال میگه ثم آتینا موسی الکتاب، ما بر موسی علیه السلام سپس به موسی علیه السلام کتاب دادیم که تورات بود، تماما علی الذی احسن و تفصیلا. این شریعت بود بر موسی علیه السلام فرستادیم تا به کسی که نیکی و خوبی ورزد، برای انسان‌هایی که نیکی میکنن بسیار کامل و دارای تفصیل هست و هدن هدایت است و رحمت است. این تورات کتاب هدایت بود و رحمت بود. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، شاید که اینا به لقاء ملاقات پروردگارشان ایمان بیارن. 18ام قرآن کتاب تشریعی مبارک است، یعنی الله متعال معرفی میکنه که کتاب تشریعی مبارکی که هست این قرآن عظیم شان است. و هذا کتاب، و این کتاب که قرآن عظیم شان است، الله متعال میگه انزلناه، ما ایره نازل کردیم، مبارکون، بسیار کتاب با برکت هست، فتبعوه، از این کتاب پیروی بکنید.
از این قرآن عظیم الشان صادقانه و مخلصانه پیروی بکنین. واتقوا و شما تقوا بکنین. لعلکم ترحمون، شاید که مستحق رحمت الله باشین. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلین. بازتون نشه که شما بگوین که این کتاب نازل شده بر طایفه ها، یعنی بر یهود و نصارا من قبل پیش از ما، و این کنا عن دراستهم لغافلین، ما از فهم ازی و از درس ازی بیخبر بودیم. نه، آلیل بر شما هم کتاب آمد، قرآن عظیم الشان آمد. درست است برای یهود هم بود، برای نصارا هم بود، برای بنی اسرائیل بود، برای امتهای دیگه هم کتاب ها و پیغمبرای فرستاده شده هست که بعضی پیغمبرها بر شما قصهش بیان شده، بعضی پیغمبرها قصهش بیان نشده. بناهن به هر جای احکام الهی رفته. این برای شما هم این احکام بیان شد، پس باز نگوین که بر دیگرها داده شد، برای ما حکم نامده هست. او تقول یا که بگوید لو ان انزل علینا الکتاب لکننا اهدی منهم، باز اتو ادعا بکنید که اگه بالای ما هم کتاب می آمد، باز ما از اونا که از یهود و نصارا که خوب هدایت میشیم. فقط جاءکم بینه من ربکم، آل این دلیل واضح و روشن از جانب ربتان بر شما آمده هست. این قرآن که است هدایت است و رحمت است. این هم هدایت است، راهنمایی هست، شما را برای درست و مستقیم هدایت میکنه و هم رحمت الله هست. فمن اظلم ممن کذب بآیات الله، پس کی ظالمتر از نسبت کسی که به آیات الله تکذیب میکنه، آیات الله را درست نمیخونه، درست فهم نمیگیره، درست درک نمیکنه و غلط و نادرست و فهم نادرست خود باز این را میخیزه گپ میزنه. و کسی که باز سر الله و سر آیات الله تکذیب میکنه، از این که ظالمتر و کافرتر و بیدینتر و مرتدتر نیست. و صدف عنها، و از این روی میگردانه. و از و صدف عنها سنجزی الذین یصدفون، الله متعال میگن کسایی که روی میگردانه بر از اینا جزا میدهیم. کسایی که روی میگردن از آیات ما، سوء العذاب، سخت‌ترین عذاب الله برشان میدن. سخت‌ترین عذاب چیه؟ در دنیا بسیار ذلیل و رسوا میشن. انسان‌های بیدین ببینن مجرد که در مورد آیات الله غلط سخن میگه، الله متعال در دنیا ذلیل میسازش. تو ذلیل میسازش که ببینه که اما تو خودش ذلت خود احساس میکنه و در آخرت خب باز زیر پای تمام مخلوقات مثل یک مرچی ذلیل میگرده، در زیر پا و مردم این لغتش میکنن. بخشی به ما کانوا یصفون، به خاطر که اینا رویگردانی از حق میکردن. 19 قبولی تشریع بعد از دیدن امور غیبی. بعضی کسا هستن که اصلا ایمان درست درک نمیکنن. ایمان چی هست؟ الذین یؤمنون بالغیب. شما در اول که قرآن باز میکنین، الف لام میم، الله متعال میگه ذالک الکتاب، می کتاب قرآن عظیم شان که اصل لا ریب فیه، در این شک نیست. این چی کمالش این کتابه که در این شک نیست؟ این چی عقیده رو برای ما پیش میکنه؟ چی فکر و اعتقاد برای ما میده که ما متداشته باشیم؟ اولین اساسش میگه الذین یؤمنون بالغیب، اساسش ایمان به غیب هست. لکن انسان‌های بیدین چی عادت دارن؟ انسان‌های بیدین همیشه میخواین که پرده غیب برداشته شود. نه خیر، پرده غیب وقتی که برداشته شد، باز نه کلمه به دردت میخوره، نه توبه به دردت میخوره و نه چیز. چرا؟ انسان در دو حالت توبهش قبول نمیشه. کدام دو حالت هست؟ یکی که ملک الموت ببینه در حالت قبض روح شود، مالم یغرغر، این میگه یغرغر غرغره، یعنی وقتی که ملک الموت دیده خفک میکنه و روحش قبض میکنه، در این وقت پرده غیب برداشته میشه، باز ایمان قبول نمیشه. و همچنان در وقتی که آفتاب از طرف مغرب طلوع بکنه، وقتی که طلوع کرد کلگی سهل میکنه که قیامت است. پس در اینجا کلگی کافرها و بیدینا و مشرکا و ملحدا و دهریا و مرتدا کلشان رجوع میکنن. حتی فرعون وقتی که پرده غیب برداشته شد ادعا کرد که من ایمان آوردم، کلمه خواند، لکن اون وقت باز قبول نمیشه. این حالا مشکل بیدینا همی است که همیشه تقاضا میکنن که باید چیزهای غیبی برداشته شود و بر ما هر چیز به چشم خود ببینیم. یعنی ماتریالیست، ماده پرست هستن. هل ینظرون، الله متعال میگه آیا اینا منتظر هستن الا ان تأتیهم الملائکه، این که مثلا ملائکه بیاین، منتظر هستن ملائکه بیاین، ملائکه را به چشم خود ببینن؟
او یأتی ربک، یا رب تو بیاید، الله متعال باز اینا به چشم خود ببینن. او یأتی بعض آیات ربک، یا بعضی از معجزات الهی مثلا دلایل قدرت الله بیاید. یوم یأتی بعض آیات ربک، باز اگر آیات الله، دلایل قدرت الله، عذاب الله آمد، لا ینفع نفسا ایمانها، باز منفعت نمیکنه برای شخص ایمان آوردنش. وقتی که عذاب آمد باز وقت توبه میکنی، وقت باز ایمانت قبول نمیشه. در صورتی که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر، در صورتی که قبل از ایمان آورده باشه و عمل نیک نکرده باشه، باز در وقت دیدن عذاب ایمان آوردن و عمل نیک انجام دادن بازی به درد نمیخوره. چرا؟ ایمان بالغیب است که باید به غیب ایمان داشته باشی. قل انتظروا، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله میگه برشان بگو شما منتظر باشین، منتظر باشین، اینا منتظرون، من هم منتظر هستم. خب 20 فرقه سازی در دین. دیگه مشکلی است که بسیاری کسایی که در دین تفرقه جویی میکنن، یا به خاطر میلان به طرف یک حزب، یا میلان به طرف یک قوم، یا میلان به یک طرف یک اندیشه باطل، باز اینا من امی افکار غلط و نادرست خود در دین داخل میکنن، امی قوم پرستی رو به نام دین قوم پرستی رو نشر میکنن، یا زبان پرستی رو نشر میکنن، یا حزب پرستی رو نشر میکنن، یا افکار غلط نشر میکنن. الله متعال میگه ان الذين فرقوا دینهم، کسانی که دین خود توته کردن، اندیشه های باطل. یعنی دین چرا همین مسلمان ها چرا اختلاف میکنن؟ اساس اختلاف مسلمان ها چی هست؟ علتش چی است؟ علت اساسیش از کجا شروع میشه؟ وقتی که اندیشه های غیر دینی داخل دین میشن. مثلا این از کجا شروع شد؟ ببین علما میگن از نگاه فکری ما و شما میخوانیم، ما براتون اساس فکری متفرق شدن مسلمان ها را خدمتتان عرض بکنم. در زمان مامون الرشید که پسر هارون الرشید بود، مامون الرشید خواست یک کار خوب بکنه، لکن یک اشتباه بزرگ هم کرد. کار خوبشی بود که این خواست به خاطر از اینکه تمدن اسلام و مسلمان ها پیشرفت بکنن و در تکنولوژی و در علوم مختلف دسترسی داشته باشن، اینا یک مؤسسه را جور کردن که کتاب ها را ترجمه میکردن. مثلا کتاب های علمی را، کتاب های ساینسی را، کتاب های علمی را از زبان های مختلف ترجمه میکردن. چون علم قانونش همین قسم است که مثلا وقتی ما میخوایم که امروز در یک رشته تخصص داشته باشیم، خب معلومات ها و علومی که علمای دیگه نوشته کردن تا این عصر ایره میخوانیم و ما کوشش میکنیم به ادامهش ایره پیشرفت بدیم. به این خاطر مامون الرشید کتاب های دیگر را گفت ما به زبان عربی ترجمه میکنیم، چون او وقت زبان خلافت اسلامی در زمان از اونا که خلافت اسلامی قائم بود، خلفای عباسی بودن و هارون الرشید یکی از خلیفه های بسیار قوی خلافت اسلامی بود. و در زمانی که مثلا هارون الرشید قدرت داشت بالای آسیا و بالای اروپا و بسیاری مناطق اروپا و مناطق آسیا و مناطق افریقا، یعنی یک خلافت اسلامی در این سه قاره، او وقت این سه قاره کشف شده بود، در این سه قاره در اکثریت از اینا دین اسلام بود. در آسیا بسیار مثلا امپراتوری فارسی منطقه کلشان فتوحات اسلامی شده بود، مربوط خلافت اسلامی میشد. در اروپا این تا مناطق جنوب فرانسه مسلمان ها رسیده بودن و اونجا فتوحات اسلامی شده بود، مسلمان ها با بیرق خلافت اسلامی اونجا بلند بود. و به می قسم در افریقا مسلمان ها تا مناطق سنگال تا مناطقی طرف بالا اینجا کلش رفته بودن، شمال افریقا و این منطقه کلش بسیار جای افریقا، یعنی اینا فتوحات اسلامی و مسلمان ها بودن. در زمان خلافت که از هارون الرشید مسلمان ها به عالی ترین درجه تمدن رسیده بودند، در ساختمان ها، در پیشرفت اقتصادی، در پیشرفت تسلیحاتی، در جهاد با دشمنای اسلام، یعنی بی نهایت زیاد پیشرفت کرده بودند. و هارون الرشید به اندازه قدرتمند بود از نگاه سیاسی و از نگاه جهادی که اگر یک امپراتور روم برش یک خط روان میکرد، باز هارون الرشید برش به یک کلمه جوابش میگفت. یک وقت یک امپراتور روم برای هارون الرشید
تبدیل شد. برای هارون رشید خط روان کرد که او امپراتور سابقه زن بود و شما از اونها جزیه میگرفتین و حال مکه آمدیم، شما باید سابقه رو پرداخت بکنید. خب بسیار چیزا گفته بود. هارون رشید برش نوشته کرد که من هارون رشید الی کلب روم. فقط هم یک جمله رو برش نوشته، یک کلمه رو برش نکرد که ستاره. زود است که ببینی اینی از خلافت اسلامیه که قوت و توانایی و قوت اقتصادی و قوت سیاسی و قوت تسلیحاتی و قوت جهادی و قوت علمی در نزد مسلمان ها می باشه. اینی خلافت است که الله متعال آدم علیه السلام و بعد از آدم علیه السلام دیگه پیغمبر و بعد از دیگه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اموی ها و عباسی ها اینا را تطبیق کردن. خب به هر صورت وقتی که بچه هارون رشید که مامون نام داشت، مامون رشید ای من حیث خلیفه مسلمان ها تعیین شد، در اینجا مامون رشید خواست که از نگاه پیشرفت دیگه هم جهان اسلام و مسلمان ها رشد پیشرفت دیگه هم داشته باشن. خب یک کار خوبی کرد و او چی بود؟ ترجمه کتاب های دیگه بود. لکن اشتباهی که کرد او چی بود؟ اشتباه خطرناکشی بود که او کتاب های فلسفی عقلگرایی و عقل پرستی قدیمی را هم تقاضا کرد از پادشاه روم که او را هم برشان بده. در این وقت پادشاه روم چی میکنه؟ در این وقت پادشاه روم امو ارکان خدا، کابینه خدا و مشاورین خدا و کشیش ها و اینا را دعوت میکنه و اینا را مجلس میگیره در یک مجلس کلان سیاسی و امرای از اینا مشوره میکنه. اونا میگن که چی مشکل است؟ میگن مشکل اساسی هست که خلیفه مسلمان ها یک خط روان کردن و امی کتاب هایی که در بازار هست و کتاب هایی که در دسترس است اونا را اینا خواستن ترجمه بکنن و سر از او کار میکنن و مسلمان ها در مسائل مختلف علمی و تکنیکی و طبی و نجومی و در کل زینا مثلا تخصصات کار میکنن و بسیار دستاوردها دارن. آل مامون رشید میخواه که کتاب هایی که در قصر ما هست، این پادشاه روم یک کتابخانه مخصوص در قصر خود داشت، میخواد که از این کتاب های مخصوص قصر از اینا هم استفاده بکنن و اینا رو هم ترجمه بکنن. و این در قصر کدام کتاب ها رو نگاه کرده بودن؟ همون کتاب های فکری فلسفی که مربوط میشد به فلسفه عقلگرایی افلاطون و سقراط و اینا. خب ارسطو و افلاطون و سقراط و نظریات از اینا و سوفسطایی ها و این کتابای از اینا بودن. خب نظر شما این امپراتور روم بر از اینا گفت که خب آل شما مفکرین هستین، دانشمندا هستین، سیاستمدارا هستین، در این راستا شما برای من مشوره بتین که آیا این کتاب هایی که ما در اینجا داریم، این کتاب ها را از این خزانه قصر خود بر از اونا مبتم و یا نتم. خب مشاورینش کشیش ها برشان گفتن که جناب امپراتور ما اینمی دین ما را و عقیده ما را که خراب کرد و تکه تکه کرد و وضعیتش خراب کرد و ما متفرق هستیم و یک تعداد ما کاتولیک هستیم و یکی ما مثلا نمیفهمون چی هستیم و به فرقه های مختلف و گروه های مختلف تقسیم شدیم و تکه تکه شدیم. کل این مصیبت ها از اینمی کتاب های فلسفی عقلگرایی و اینمی کتاب های سوفسطایی ها و اینمی افکار باطل است. آن یک چانس است که اگر میخواهی که مسلمان ها هم به می بلاها مبتلا شوند بر از اینا هم این کتاب ها را بده که اینا چی کنن؟ از این کتاب ها استفاده بکنن و به مرضی که ما مبتلا هستیم اینا هم به این مرض مبتلا شوند. امپراتور بسیار خوشحال شد و گفت که یعنی یک فرصت است که باید در اینجا ضربه بزنیم برای مسلمان ها. فوراً این کتاب ها را، این کثافت های فکری را، این کفریات، این شرکیات، این عقل پرستی را، این ماده پرستی را، این انسان پرستی را، این چیزهای کثیف کل زیر که در کتاب های از اینا بود کلش دادن و اینجا آوردن و بدون از این که مثلا این برای متخصصین گذاشته میشد یا مثلا در پانتون ها برای متخصصین داده میشد که سر از اینا بحث بکنن و اینا را بالایشان مثلا تحقیقات صورت بگیره و رد شوند. این کتابات ترجمه شده در بین مردم انتشار پیدا کرد. وقتی که این انتشار پیدا کرد در اینجا
ما بسیاری کسا متأثر به می حساب شدن و بالاخره همی بود که گروه های به نام قدریه و جبریه و مثلا ما گروه های به نام چی هستن معتزله و این کسهای پیدا شدن. اینا متأثر به اندیشه یا فکر عقل پرستی و عقلگرایی غربی یونانی شدن که به عقل پرستا همیشه عقل بالای هر چیز حاکم قرار میدن و این در مسائل هر چیز که به عقل ما برابر نامد ما رو رد میکنیم. عقل این وقتی که عقل این چیز آمد، اما در اسلام کس وحی بالای عقل است. بسیاری وقتا مثلا در امور غیبی که عقل و حس کار نمیکنه، مجبور است انسان به چی تسلیم شوه؟ به غیب، به احکام وحی الهی تسلیم شوه. مثلا ساده هست، ما وقتی که مثلا دروازه تک تک میشن، زمانی که دروازه تک تک میشن، برای ما عقل حس ما میگه که دروازه تک تک است. حس ما برای ما میگه که دروازه تک تک است. خب عقل ما برای ما چی میگه؟ عقل ما برای ما میگه که حتما در پشت دروازه کسی هست، چرا که صدای تک تک است. خب چی نیسته؟ حتما کسی هست که تک تک کرده. آل در اینجا حس ما هم برای ما گفتن نمیتونه که پشت دروازه کی هست و عقل ما هم گفتن نمیتونه، چرا که عقل و حس در این چوکات بسته هست، اردویش گفتن نمیتونه. آل رای حل چی است؟ انسان هوشیار فهمیده تسلیم هست به چی؟ تسلیم میشه به حقیقتی که توانایی حس و عقل در اینجا نیست. از این خاطر به یک طفل تسلیم میشه، میگه برو بچه دروازه رو باز کن و ببین که در پشت دروازه کیه. با اون طفل میره میبینه و پس میگه فلانی بود یا فلانی نبود. این موضوعی هست. خلاص این در زندگی هر روز ما و شما اینو تطبیق میکنیم و بسیاری وقتا از نگاه زندگی واقعی میبینیم که نمیخوایم. ما در بسیاری جایی که وقتی که حس و عقل ما کار نمیکنه، مجبور میشیم که بریم و بلندتر هزو، فراتر هزو و فراتر در بسیاری مسائل غیبیات که هست وحی است. ما تسلیم میشیم مثلا ذات الله، صفات الله، افعال الله، جنت، دوزخ، عرش، لوح، قلم، آخرت، مراحل آخرت، اینا کلش مربوط به چی میشه؟ نه حسی رو پیدا کرده میتونه نه عقل. این وحی است که برای ما شما خبر میتن. اما اینجا مشکل چی پیدا شد؟ مشکل از اینجا پیدا شد که وقتی که عقل این آمدن عقلگرایی و عقل پرستی شروع شد در بین مسلمان ها، اینجا بعضی ها خیستن و عقل بالای وحی هم مسیطر ساختن. خواستن که صفات الله را و افعال الله را و امور غیب و آخرت و اینا را کلش از نگاه عقلی بین بررسی بکنن و چون عقلشان اینجا باز کار نمیداد، انکار شروع شد و رد شروع شد و تعویل شروع شد. حتی صفات الله را تعویل کردن و تغییر دادن و بالاخره بعضیش نفی کردن که به عقل مجبور نمیاد. بعضی صفات چی کردن که اینجا تشبیه میاد ویره باید تو کنیم. اینالی کلش به اساس اینمی بدبختی شد. اینال برای این خو یکی از آفات خطرناک عقل پرستی است. در عصر امروز ما و شما باز مکتبای فلسفی زیادتر پیدا شد. مثلا مکتب فلسفی داروینیسم، این یک کثافت فکری دیگه هستن. مکتب فکری کمونیسم، یک به نام ماتریالیسم میگن، ماتریالیسم دیالکتیکی، این یک مرض دیگه هست که بسیاری از صاحب منصبا و بسیاری از شاگردایی که از افغانستان در زمان ظاهرخان داودخان رفتن در اتحاد شوروی که وقت اتحاد شوروی بود، در اینجا وقتی که درس خواندن متأثر با اینمی اندیشه های ماتریالیستی شدن، این کفر خطرناک پس صاحب منصبا و اینا آمدن به نام خلق و به نام پرچم گروه های را جور کردن که اینا بیخی ماده پرست بدن. حتی میگفتن تا چیزی به چشم خود ندیدیم ما هیچ را قبول نداریم. کجا ملکه به چشم میبینن؟ و این قسم مثلا علمگرایی یک مکتب دیگه پیدا شد که علم یکی چوکات علمی هست که داخل چوکات هست. یکی میگفتن نه ما باید تمام چیزایی که هست کلش وحی و مسائل عقلیات کلش باید در زیر لابراتوار بریم. اینی مکاتب خطرناک امروز زیاد شده هست و اینمی هست که کسایی که به اینا متأثر میشن. و قوم پرستی، امروز قوم پرستی که مثلا از فرانسه در زمان 100 سال پیش شروع شد و مثلا آمدن یک گروهی به نام جوانان مثلا حزب مثلا قوم پرست عرب و حزب قوم پرست ترک و به نام مثلا حزب بعث به حساب قوم پرستی جور شد. القومیت العربیه که قذافی و جمال ناصر و اینا چی میکردن، حزب بعث که صدام حسین و
حافظ الاسد و بچهش بشار الاسد، اینی سبب شد که در بین از اینا تفرقه های زیادی پیدا شد. این الله متعال میگه که ان الذين فرقوا دینهم، کسانی که در دین خود تفرقه ایجاد میکنن در داخل دین فرقه میشن. و یکی مذهب است، یکی فرقه هست، متوجه باشین. یکی مذهب فقهی است که در اونجا اجتهادات است، میشه مثلا اجتهادات 2 نفر 3 نفر 4 نفر اجتهاد میکنن، اجتهاداتشان درست باشه. احیانا مثلا اجتهاد میکنن، هر کدامش به اساس یک دلیل میشه اجتهاد از رو قبول بکرد. این در داخل دین اسلام اجتهادات فقهی هست. حتی در عصر صحابه اجتهاد صورت گرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب خودم در اردو اجتهادی که کرده بودن تایید کرد. در غزوه که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از غزوه خندق که گفت که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که شما نماز عصر در نخوانید مگر در بنی قریظه. اینجا صحابه وقتی که حرکت کردن در راه آفتاب پایین شده میره. صحابه یک تعداد گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتهاد مایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته که شما نماز فرضی را ترک بکنید، قضا بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم هدفش چیز رسیدن به بنی قریظه هست. ما نماز خودم میخوریم و میریم به بنی قریظه به خاطر جهاد با اون یهودیای بنی قریظه. و یک گروه دیگه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا گفتن نه خیر، اجتهاد مایی است که ما باید به بنی قریظه عاجل خدا برسانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که نمازتان باید اونجا بخوانید. خب این دو اجتهاد شد و در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اونا به بنی قریظه رسیدن، نصفشان در راه خواندن، نصفشان در اونجا خواندن، کلشان نماز خدا خواندن و کلشان در جهاد فی سبیل الله اشتراک کردن. اما وقتی که سخن به رسول الله صلی الله علیه و سلم موضوع اجتهادی را بیان کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اردوشان تایید کردن، نماز اردوشان گفت که صحیح است. اینال مذهب در داخل با اجتهاداتی که صورت میگیره این چی هسته؟ این میشه که اجتهادشان درست باشه و علمایی که باز در داخل مثلا عقیده توحیدی درست دارن و اینا اجتهاد میکنن، باز اونا تعصب ندارن، تکبر ندارن، نمیگه که کتاب مرا فقط درس بده. حالا هارون رشید وقتی که برای مالک ابن انس رضی الله عنه گفت که مالک ابن انس یک کتاب داره به نام موطأ مالک، کتابی بود که کتاب حدیثی که امام مالک رحمه الله احادیث در جمع کرده بود. امام خلیفه مسلمان ها که او وقت هارون رشید بود برای مالک ابن انس گفت که ما میخوایم که همین موطأ، کتاب موطأ تو را من حیث یک کتاب قانونی و کتاب عام برای تمام همین 3 قاره که خلافت اسلامی در اونجا هست این رسمی بسازیم و بگوییم که بغیر از این دیگه کتابا را شما چیز نکنید، استفاده نکنید. همین کتاب است. امام مالک رضی الله عنه برش گفت که نه خیر، ای خلیفه امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، این کار نکو. ما این احادیثی را که در موطأ جمع کردیم احادیثی است که از اهل مدینه هست و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها در مدینه منوره نیستند. ما فقط همین که در مکه و مدینه اینجا که هستن این از این صحابه را احادیثشان ما جمع کردیم. دیگه صحابه مثلا بعضی به خراسان رفته، به موارالنهر رفته، صحابه مثلا به چی رفتن، به مصر رفتن، صحابه مثلا به کوفه رفتن، بصره رفتن، جاهای مختلف اسلامی اینجا مسلمان ها صحابه رفتن. دیگه آل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش کل از اینا هست. بگذار که کل احادیث جمع شد و مردم به کل احادیث عمل بکنن. تنها کتاب مخ مثلا ربع مثلا امی کل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، خود دیگرایش باقی میمونه، یا یکی بر 4 سج باشه، یکی بر 10 سج باشه دیگرها. پس اینجا مذهب چی می باشه؟ مذهب فقهی یعنی اجتهادات فقهی در داخل مثلا چوکات اسلام هست. از این خاطر ما مثلا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، اهل حدیث اینا کلشان مثلا اجتهادات خود دارن در داخل چوکات چی؟ چوکات. اما فرقه چی هست؟ فرقه ای است که یک نفر از مسائل اعتقادی مبراید، از مسائل اعتقادی مبراید. مثلا اهل سنت منهج متوسط هست. ما تکفیر داریم که تکفیر میکنیم کی کافر است؟ میگیم مثلا یهود کافر است، نصارا کافر است و هر مسلمانی که نواقض ایمان بکنه از دایره ایمان خارج شد میگیم ما تکفیر میکنیم. اما اگر یک مسلمان گناه کبیره میکنه یا گناه صغیره میکنه با گناه کبیره و صغیره و تکفیر نمیکنن اونا را.
یک مسلمان مثلا شراب نوشید و تکفیر نمیشه. پس این چی هست؟ وسطیت است. اینا فرقه از کجا جور میشه؟ فرقه وقتی جور میشه که مثلا یا افراط میکنه یا تفرید میکنه. افراط کسی هست که در گناه کبیره هم مردم میگه کافر هستی. مثلا یک نفر در سر شراب گیرش کرد میگه تو کافر شدی. چرا؟ تو شراب خوردی. یا مثلا دو مسلمان با هم جنگ کردن میگه تو کافر هستی. چرا؟ این ما در یک حدیث خواندیم. نه برادر عزیز، این حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار. یا مثلا در حدیث دیگه گفته که مثلا وقتی که مسلمان و قتاله کفر، جنگیدن با مسلمان با مؤمن این کفر است. لکن اینجا این کفر به خاطر از که در حدیث دیگه در آیات قرآن باز آمده هست که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اینجا باز برای مؤمنین که قتال میکنن الله مؤمن گفته است. از این خاطر اهل سنت میگن که اینی دو مؤمنی که در بین هم اختلاف کردن در یک مسئله قتال کردن این سبب کفرشان نمیشه. یا گناه کبیره مثلا شراب خورد یا زنا کرد این سبب کفر نمیشه. چرا که مثلا برای زنا مسلمان گفته شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی حدود بالای گناه مرتکبین کبیره اجرا کرده اونا رو با ایمان گفته، سر جنازهشان خوانده و مثلا صحابه رو گفته جنازهش بخوانین. بعضی را مثلا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حد هم تطبیق کرده و حکم الله را هم تطبیق کرده و همین شخصی که حد و حدود بالایش تطبیق شده این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که این مسلمان است و گناهش بخشیده شده و برش اجر است. حتی کسی که مثلا وقتی بالا یک کسی که در باری زنا سرش حد تطبیق شد وقتی کوره بد گفت که نه این قدر توبه کرده که به کل مدینه توبه از کفایت میکنه. اینا مسائل فرقه چی است؟ خطرناکی است. یا افراط میکنن. تو افراط میکنن که در گناه های عادی یا حتی گناه نباشه. امروز مثلا فرقه های هستن که گناه نیست، مثلا یک نفر را تکفیر میکنن، یک نفر به خاطر از اینکه رفع الیدین میکنه تکفیرش میکنه، یا یک نفر مثلا نماز خوبتر میخوانه، یا مثلا دی مسائل در سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی افراطگری ها سبب فرقه ها میشه. و بعضی کسای دیگه باز تفرید میکنن که حتی کسی را که الله کافر گفته و رسولش رو کافر گفته و او کفر خود صراحتا میگه، باز اینجا میگه که ما تکفیر نمیکنیم. تکفیر چی هستن؟ اینی گروه های جهمیه و اینی گروه های معتزله و گروه های خوارج و گروه های نواصب و گروه های مختلف چه وقت زیاد شدن و چه وقت اینا رشد پیدا کردن و جبریه و قدریه و معتزله و یکی بالای دیگه فرقه ها پیدا شدن که یکی در فرق دیگه میزدن و بالاخره حتی از دایره ایمان با این افکار خارج میشدن. این با اینمی نظریات فلسفی و نظریات عقلگرایی که توسط کتاب‌های غربی ها در بین مسلمان ها ترویج پیدا کرد. ولی خطرش است که او وقت تنها عقلگرایی و مکاتب افلاطونی و سوفسطایی و سقراطی اینا بود. حال از که خطرناک گروه های دیگه که به نام داروینیسم و به نام سکولاریسم و به نام نشنالیسم و قوم پرستی و به نام ایدئالیسم و به نام ماتریالیسم و این مکتب‌ها فکری برآمده است که کل از اینا سبب هلاکت یک کس میشه. نجات ده چی هست؟ نجات ده ای است که انسان به صراط مستقیمی که قرآن و سنت است به این حرکت داشته باشه، از تمام افکار باطل فکر خود. از همین خاطر میگم تفسیر فکری و اعتقادی بخواین که عقیده تانه و فکرتان از قرآن بگیرین. الله متعال میگه که ان الذين فرقوا دینهم، کسانی که در دین خود تفرقه ایجاد کردن و کانوا شیعا و گروه و احزاب شدن، لست منهم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو از جمله اونا نیستی، فی شیء، در هیچ چیز. انما امرهم الی الله، امر از اونا به الله تعلق میگیرن. ثم ینبئهم، باز الله اینا رو خبر میده به ما کانوا یفعلون، با آن چیزی که اینا فعل میکردن. 21 نقطه که در آیت 160 سوره انعام است، پاداش اهل توحید است. ما به شما گفتیم که مثلا قرآن کلش درباره توحید است. توحید است. اول سه چیز اساسی رو گفتیم معرفی میکنه که سه چیز چی بود؟ الله را معرفی میکنه در ذاتش، صفاتش، افعالش، عبادتش، اطاعتش، حکمش، نامهایش. باز لوازم توحید، باز حقوق توحید. این سه چیز مربوط الله میشه، ایره باز معرفی میکنه. 5 چیز دیگه مربوط به اهل توحید میشه، معرفی اهل توحید، صفات اهل توحید، قصه های اهل توحید، پاداش اهل توحید در دنیا و پاداششان در آخرت. 5 چیز دیگه مربوط به دشمنای توحید میشد که معرفی دشمنای توحید
و صفات از اینا، صفات دشمنای توحید و قصه های دشمنای توحید و جزای دشمنای توحید در دنیا و جزای دشمنای توحید در آخرت، که این 13 نقطه میشه. و نقطه 14 نواقص و نواقض ایمان است. یکی نواقص است که ایمان ناقص میسازند، مثل گناه های صغیره و کبیره، و یکی نواقض ایمان است که ایمان بیخی میشکنند، مثل کفریات، شرکیات، ارتداد. اینال الله متعال در این نقطه در آیت 160 21 نقطه چی رو میگه؟ پاداش اهل توحید میگه. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. الله متعال میگه که اگر یک انسان مؤمن موحد یک حسنه را انجام میده، الله برش 10 چنده از او ثواب میده. این رحمت الله است. میبینین چقدر رحمت الله زیاد است. یک عمل نیک میکنین، 10 عمل نیک برتان محاسبه میشه. مثل که مثلا اگر یک کس یک ماه مبارک رمضان روزه میگیره، الله متعال برش ثواب 10 ماه را میده. خب یک سال خود 12 ماه هست، 2 ماه دیگه میمانه. 2 ماه دیگر هم که 6 روز دیگر روزه میگیرن در ماه شوال، این او 6 که ضرب 10 شود 60 میشه، 60 2 ماه میشه. بنابراین اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه میگیره و 6 روز هم از ماه شوال روزه میگیره، مثل از اینکه چی کرده باشه؟ بسته مکمل سال روزه گرفته باشه. پس الله متعال میگه که من جاء بالحسنه، اگر کسی یک عمل حسنه میکنه، الله متعال برش 10 چند از او ثواب میده. و من جاء بالسیئه، خب اگر یک کسی اگر گناه کرد، ایره هم میگه الله متعال مهربان است که اگر کسی یک گناه کرد، فلا یجزا الا مثلها، بر یک گناه جزای یک گناه را میده، این در چند نمیسازه. این رحمت بیکران الله هست. و هم لا یظلمون، در حالی که امینا بالایشان ظلم نمیشن. 22 هدایت در راه مستقیم هست. قل اننی، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از ما بگو که اننی، من خودم که هستم، هدانی ربی، من ربم الله متعال مرا هدایت کرده. به چی هدایت کرده؟ الی صراط مستقیم، به راه راستی که قرآن است و سنت هست. وحی جلی قرآن و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، قولی و فعلی و تقریری. دینا، اینمی راه مستقیم، دین قیما، دین راست هست، دین استوار هست. ملت ابراهیم حنیفه، اینمی دین مستقیم، اینمی ملت ابراهیم علیه السلام، دین و راه ابراهیم علیه السلام است که او هم حنیف و پاک است. یعنی ابراهیم علیه السلام هم از تمام ایزدیشتی‌ها پاک بود و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکا نبود. 23 نقطه اطاعت از توحید در بخش های مختلف. اینجا چی هست؟ بالاخره الله متعال میگه برای ما و شما که اینال انسان مسلمان که هست، اطاعت باید در تمام بخش های دین بکنه. چی توحید عبادت است، چی توحید حکم است. هم توحید عبادت که در مخصوص الله بگردانی، و هم توحید حکم. اول در توحید عبادت چی هست؟ مثلا 6 قسم عبادت هست. عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت بدنی هست، عبادت زبانی هست، عبادت مالی هست، عبادت تشریعی هست. این عبادت ها را چی کنی؟ مخصوص الله بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قل برشان بگو ان صلاتی، یعنی صلات من، نماز من، که منظور عبادت های بدنی هست، تمام نماز و تمام عبادت های بدنی، و نسکی، مناسک، ذبح کردن حیوانات، عبادت های مالی، و محیای و زندگی من، و مماتی و مرگ من، لله، کلش مخصوص الله است. اگر من زندگی میکنم در چوکات شریعت الله زندگی میکنم، اگر من میمرم مطابق حکم الله، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این مرگ من هم چی است که مال ما و جان ما قربان دین الله میشه. این لله رب العالمین، برای رب مخصوص رب العالمین است. لا شریک له، با الله هیچ شریک نیست، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در فعالش، نه در عبادتش، نه در حکمش، نه در نامهایش. و بذالک امرتو، میگه که به ما امر کرده شدیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رسول معظم مأمور مکلف است. پیغمبر الله هست، دوست الله هست، لکن مأمور است.
و بذالک امرت و ما امر کرده شدیم و انا اول المسلمین، من خودم اولین مسلمان ها هستم. یعنی خود پیغمبر اولین کسی است که تسلیم احکام الله می باشه. از این خاطر کسایی که جانشین پیغمبر خدا میگیرن و عالم خدا میگیرن، اینا باید نسبت به دیگران نخستین کسایی باشن که به حکم الله تسلیم باشن. قل برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر الله ابغی ربا، آیا ما بغیر از الله رب بخوایم و هو رب کل شی، در حالی که الله رب هر مخلوق است. ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ نفسی یک کاری را نمیکنه مگر جزاش و پاداش بالای خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس متحمل بار کسی دیگه نمیشه. وزر یک کسی دیگه نمیگیره، گناه یک کسی دیگه نمیگیره. هر کس که گناه میکنه جزاش بالای خودش است. اللهم الا در حالتی هست که او زیر دستش باشه. وقتی که رعیتش باشه، زیر دستش باشه، باز اونا را مثلا خانوادهش است، فامیلش است، باز او آیت قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اینال انسان باید ایره بفهمه. یک آیت قرآن میگه که مسئولیت هست، در این آیت قرآن میگه که ولا تزر وازره وزر اخرى، یعنی یک کسی که تو صلاحیت از او نداری او گناه میکنه، گناه از او بالای من نیست. وظیفه ما چی است؟ اینو بر شما دعوت کردیم. این حال که شما یک کسی میخیزه خودش گناه میکنه، گناه از او بالای خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس متحمل این عدالت الهی هست. اما اگر در خانواده تو هست و زیر دست تو هست و تو بالای از او حکم داری و باز اونا را به طرف حق دعوت نمیکنی و اونا را وقایه نمیکنی ازشان، باز اونجا جزا هست. یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. و دمو باز الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، کلتان مثل سرپرست هستین و کلتان مسئولیت دارین از کی؟ از رعیتتان. پس اینجا در مسئله رعیت باز اونجا باز حکم علیده است. ثم الی ربکم مرجعکم، باز مرجع شما به طرف پروردگار شما هست. فینبئکم، باز شما را خبر میده بما کنتم تختلفون، در آن چیزی که شما اختلاف میکردین. حکم 24 دادن مقام خلافت است. الله متعال وقتی که سوره را ختم میکنه، در ختم از این سوره مقام عالی خلافتی که برای انسانها در زمین داده میشه، از آدم علیه السلام شروع شده تا آخرین انسان در روی کره زمین، الله متعال این را بیان میکنه. و هو الذی، و هو الله ذاتی هست که جعلکم خلائف الارض، شما را خلیفه ها در زمین تعیین کرده. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و بعض شما را در درجهتان بلند کرده. کسایی که به خاطر تطبیق خلافت اسلامی و شریعت الهی جهاد میکنن و زحمت میکشن، طبعا درجه از را بلندتر است نسبت به کسایی که زحمت کشی نمیکنن و قاعدین هستند. پس اینجا درجات هر کسی بلندتر است. فیما آتاکم لیبلوکم فیما آتاکم. پس اینجا الله وقتی که خلافت زمینه بر شما داده که باید خلافت اسلامی رو در زمین الله تطبیق بکنین و درجه ها را هم متفاوت ساخته، به خاطر چی؟ تا شما را امتحان بکنه در آن چیزی که شما را داده. ان ربک سریع العقاب، الله سخت زود عقاب کننده هست. و انه لغفور رحیم، و الله مغفرت کننده هم هست و مهربان هم است. در مورد خلافت زمین علما چی گفتن یا آیت چه قسم تفسیر میکنن؟ علامه زجاج رحمه الله میگه قیل خلائف الارض امت محمد صلی الله علیه و سلم. میگه اینجا خلیفه زمین کی هستن؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. چرا؟ لأن النبی صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین. میگه به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبرها هست. این حال وقتی که خلافت به آدم علیه السلام داده شد و همین قسم به نوح علیه السلام و دیگه پیغمبرها و به داوود علیه السلام، یا داوود و انا جعلناک خلیفة فی الارض، و باز بعد و ورثه سلیمان، با سلیمان میگیره خلافت و بالاخره همین قسم میه بالاخره میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون آخرین نبیین است، آخرین خلیفه الله در زمین الله هست. فامته قد خلفت سایر الامم، پس این امت رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین دیگر امت ها شدن و خلافت اسلامی به اینا انتقال کرد. جمال الدین ابوالفرج الجوزی که متوفای سال 597 هجری هست،
این میگه للمفسرین فی من خلفوه ثلاث اقوال. میگه مفسرین در امی خلافت 3 قول دارن. احدهم، اول انهم خلفوا الجن الذين كانوا سكان الارض. اول ای که مسلمان ها قبلا خلافت زمین به دست جنها بود. الله متعال از جنها گرفت، به خاطر فسادی که کردن انسانها را خلیفه در زمین الله تعیین کرد. قاله ابن عباس، میگه قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه است. و الثانی ان بعضهم یخلف بعضهم. دیگه به خاطر از خلافت میگه که بعضی از بعضی دیگه، مثلا گروه اول میره خلافت خلفای راشدین میره، خلفای اموی میره، اموی میره عباسی میره، این میقسم تا که به این شکل خلافت ادامه پیدا میکنن. قاله ابن قتیبه، ابن قتیبه میگه و الثالث ان امت محمد خلفت سائر الامم ذکره الزجاج. میگه سومی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین تطبیق نظام خلافت اسلامی نسبت به دیگر امت ها شدن. مثل ما و شما در جزء اول قرآن خوانیم که بنی اسرائیل خلافت در بین از اینا بود، وقتی که اینا اشتباهات کردن و غلطی ها کردن و جرم کردن و گناه کردن و دین ستیزی کردن، الله متعال خلافت از اینا گرفت و انتقال کرد این خلافت به بنی اسماعیل، بالاخره به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امام قرطبی رحمه الله میگه که والخلف هو التالی للمتقدم. خلیفه کس میگه بعد از اون متقدم میگه. ولذلك قیل لابی بکر، میگه وقتی که برای ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتن که یا خلیفه الله، ای خلیفه الله، فقال، میگه ابوبکر صدیق گفت لست بخلیفه الله، من خلیفه الله نیستم، ولکنی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، من خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. یعنی قبل از ابوبکر صدیق مقام خلافت، نبوت و خلافت، سیاست کلش مربوط کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جور کرده، جانشین ازی حالا که رسول الله هم انتقال کرد، خلافت کیست؟ خلفای راشدین هست. بنابراین ابوبکر صدیق آل اینجا وقتی که شیشته خلیفه کی شد؟ خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خلافت خلفای راشدین در عموم خلافتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نظام را که در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخته بود، این ادامه ازی هست. و انا راض بذلك. و ابوبکر صدیق میگه که من به اینمی راضی هستم که مرا خلیفه کی بگوید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید. ابو حیان اندلسی بعد از اینکه اقوال مختلف در این راستا ذکر میکنه و میگه که وقیل الخلیفه اسم لكل من انتقل الیه تدبیر اهله. میگه خلیفه نام از در هر کسی که بر از او تدبیر زمین و تدبیر اهل زمین بر از اونا داده میشه و نظر فی مصالحهم، نظر در مصلحت از اونا میکنه که خلیفه مسلمان است. و فی المستخلف فیه آدم قولان. در این که مثلا خلیفه آدم علیه السلام دو قول است. احدهما الحکم بالحق والعدل. یکی ای است که مثلا بر آدم علیه السلام ای داده شد که حکم بکنه به حق و عدالت، و دوم چی؟ عمارت آبادی زمین بکنه. این مسائل بود که در اینجا چی کردن؟ این آخرین آیاتی بود از این آیه که ختم کرد و برای ما و شما گفته شد که این تمام احکامی که برای شما بیان شد و تمام نظام تشریعی که در اینجا بیان شد، این کلش به خاطر چی است؟ به خاطر استقرار خلافت الله در زمین الله هست. و این آیت قرآن در مورد خلافت اسلامی و این انتقال خلافت اسلامی به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ختم از این سوره مبارکه شد.